پرتاب بازیکن پرسپولیس. شکوری در سمت چپ بعد بازی رو آغاز کنه. مجید نامجو مطلق از روی نیمکت‌ها رو دنبال میکنه. پشت توپ قرار گرفته. جانواریو پشت محوطه جا گرفته تا ضربه سوم بزنه. سانت انجام میشه روی دروازه. اونجا در محوطه جریمه شکوری. مجیدی توپش با اختلاف خیلی زیاد از کنار دروازه بیرون رفت. سی و یک متر دقیق ترش هست. ضربه زده میشه به یه نفر برخورد میکنه و توپ وحید طالبلو میگیره. اکتفو خیلی راحت توپش رو میگیره. مثلا میدوزه در آن برای فرهاد مجیدی. موقع بازیکن استقلال این توپ این گل میکنه یا نه؟ گل میکنه. گل برای تیم استقلال توسط فرهاد مجیدی. 1-0 استقلال. برنده گل فرهاد مجیدی. دقیقه 16 استقلال جلو میافته و نصف ورزشگاه منفجر میشه. فستیوالی از اشتباهات مدافعان پرسپولیس ظرف چند ثانیه به نمایش گذاشتن. حسین کاظمی دور و برش نبود و گل قطعاً به نام خودش ثبت میشه. حوار سانتش انجام میده روی دروازه و ضربه‌ای که از کنار دروازه بیرون میره. اشتباه طالبلو و مدافعان و ضربه‌ای که کاپیتان باقری به بیرون زد. با هم نگاه میکنه اینجا بود که اشتباه بزرگ مدافعان استقلال و طالبلو میتونست خیلی سریع یک معروف رو تکرار کنه. طالبلو با دادن این ضربه بلند آغاز میکنه. تو به فرهاد مجیدی میرسه. حالا سید صالحی در محوطه جریمه و پای راست ضربه رو میزنه و حقیقی توپ رو میگیره. بلند به زمین حریف. شکوری ضربه سر رو میذاره به شکل نچندان جالب. خلیلی حالا بادامکی حرکتی رو آغاز کرده. خدا حسین بادامکی. علی اصغر یک توی خوب به دنبال توپ علی اصغر. اشتباه امیرآبادی موقع بازیکن پرسپولیس. دهانه دروازه گل میشه توسط هادی نوروزی. 1-1 مساوی رو اشتباه مسلم مهدی امیرآبادی. علی دایی 7-8 بار قبل از این حرکتش پریده بود بالا پایین. دوباره 1-1 میشه بازی. هادی نوروزی در 36مین دقیقه حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. ضربه بلند و به زمین حریف. آمرادل ضربه سر میزنه. بادامکی ضربه رو از راه دور تو طالبلو رای کورنر میکنه. در 45مین دقیقه مسابقه ضربه بادامکی و توپی که از سمت چپ برای دروازه ارسال بشه. با هم نگاه این ضربه است که زده میشه. خوبم زد. شوتش فکر کنم در چارچوبم نبود. یعنی که نفر به نفر در محوطه جریمه آمازاده با کریم باقری من تو من کرده. سانت انجام میشه روی دروازه و توپی که به شکل فوق‌العاده خطرناک به بیرون میره. دایی رو نگاه کنید چه حسرتی میخوره علی دایی. ضربه حوار مولا محمد از کنار دروازه با کمترین اختلاف ممکن به بیرون رفت. هیچ کس کاری به کارش نداشت و ضربه دیدی که با چه اختلافی از کنار دروازه بیرون زد. پژمان منتظری تو هنوز بیرون نرفته. بازم حیدری. سید صالحی مقدم بازیکن استقلال در عرض میندازه. حسین کاظمی تو سر توپ میزنه. این ضربه از او دفع ناقص و توپ دوم چجوری گل نکرد سید صالحی. یه موقعیت استثنایی رو از دست میده. تعویض انجام میشه. سیاوش اکبرپور بیرون. اینجا شیس رضایی و حقیقی دارن با هم کتککاری میخوام بکنم. اونجا یکی بیاد بازیکن پرسپولیس رو بعد بیاد جمع و جور کنه اون وسط. تو سمت چپ روی دروازه فرستاده بشه. کورنر 5م تیم پرسپولیس. عادل کلاکت این بار خوب میفرسته روی دروازه و چجوری این توپ گل نشد. دو موقعیت مسلم گل در دو سمت از دست دادن و این بار آه و حسرت برای
علی دایی. طالبلو روی زمین رو توانگل کلاکچ فرستاد تو روی دروازه. بعد یک قدمی دروازه هوار کار سختی رو انجام داد. این صحنه قبلی است. اینجا حسین کاظمی ضربه رو زد. حقیقت بود ناقص دفت که خیلی بد زد ضربه بعدی رو سید صالحی. بعدش دعوای 6 فکر کنم حقیقی بود. جالب بود در محوطه جریمه. سانت انجام میشه روی دروازه. یک ضربه سر و طالبلو چجوری تو در آورد از دهانه دروازه. این موقعیت استثنایی رو گرفت وحید طالبلو. با هم نگاه میکنید سانت هوار مولا محمد. این ضربه سر توپ اول خوب که توپ دوم از مقابل کلاه کج با اکشن‌های بسیار خوب دور کرد. باقری میبره به سمت چپ. هوار توپ در اختیار میگیره. خود هوار به پاس در عرض میندازه. کریم باقری روی پای راستش از شوت میزنه و گل! یه گل دیدنی از کریم باقری. 2-1 به نفع پرسپولیس. و دیگه از شر این بازی 1-1 خلاص شدیم. پرسپولیس 2 استقلال 1. ضربه فوق‌العاده از کریم باقری و طالبلو رفته تو دایره میانی میدان چیکار میکنه من نمیدونم. حالا اونجا خوشحالی پرسپولیسیا. علی دایی رو ملاحظه میکنید. عادل کلاه کج شوت قشنگ او و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. خود طالبلو باید بازی رو آغاز کنه. 2 دقیقه از زمان طرف شده مسابقه هم گذشته. هادی شکوری چه ضربه ناامید کننده ای رو به توپ زد. خود هواری حرکت نمایشی میخواد انجام بده. ضربه بلند. 3 دقیقه تمام هست. این آخرین حمله تیم استقلال خواهد بود. چیس ضربه سر رو میزنه و تمام. بازی استقلال و پرسپولیس با نتیجه 2-1 به نفع پرسپولیس به پایان میرسه و خوشحالی زاهدالوصف علی دایی و پرسپولیسیا بعد از 6 تساوی 1-1 پرسپولیس موفق میشه این داربی رو ببره. علی دایی فکر کنم داره گریه میکنه اونجا. قشنگ داره گریه میکنه علی دایی. برد بسیار خوبی رو پرسپولیس به دست آورد. استقلالیا باورشون نمیشه این بازی رو باختن و دوباره تماشاگر رو به مرفاوی دارن اعتراض میکنن. آمار مسابقه رو هم ملاحظه فرمودید و سعی میکنید در کنار زمین مسابقه رو با مربیان دو تیم هم ترتیب بدیم.